آقا خب مشخصه وقتی یه همچین سوتیایی میدی خانواده هم دیگه بهت ماشین نمیده. ولی نگران نباش، الان یه قلق خیلی راحتی رو میخوام بهت یاد بدم، همیشه انجامش بده دیگه جلوی ماشینتو نمیمالی. خب حالا اون قلق راحته چیه؟ ببین هر وقت جلو ماشین دیوار یا جدولی بود و تو نمیدونستی که چقدر باهاش فاصله داری، کافیه که انقدر جلو بری تا جدول بدونی از زیر قاب آینت ببینی. دقیقاً الان توی این حالا یه فاصله 30 تا 50 سانتی داری با مانع جلوت. خب بچه‌ها اگر هم مثل الان پشتتون دیوار یا جدولی بود و نمیدونستین که چقدر عقب برین تا به اون دیوار برخورد نکنید، یه شاخص خیلی راحتی داره. ولی قبل از گفتن اون شاخص میخوام بهتون پیشنهاد بدم که از این سنسورهای دنده عقب واسه ماشین خودتون بگیرید. کلا 300 400 500 تومان بیشتر نیستش در حال حاضر قیمتش الان و یک ارزش افزوده‌ای به ماشینتون میده که حالا موقع فروش هم ماشینتون به اصطلاح هم خوش فروش‌تر میشه، هم که اگه دلتون خواست میتونید باز کنید واسه ماشین بعدیتون استفاده کنید. یعنی هزینه آنچنانی واسهتون نداره، در کنارش رانندگیتون هم خیلی راحت‌تر میشه و به اصطلاح ایمن‌تر میشه. حالا اگر ماشینتون سنسور دنده عقب نداشت، از چه شاخصی باید استفاده کنید؟ ببینید شما باید انقدر عقب برید تا دستگیره در جلو سمت راننده بیفته کاملا روی دیوار. توی این حالت تقریبا توی این حالت یه فاصله 20 سانتی تا 40 سانتی داریم با دیوار یا جدول پشت سرتون.